برای درست کردن این کیک 6 عدد تخم مرغ لازم داریم. تخم مرغ‌های درشتی که وزنشون 60 گرم یا بیشتره. سفیده و زرده تخم مرغ‌ها رو جدا می‌کنیم. برای کیک اسفنجی لازم نیست بذاریم تخم مرغ‌ها به دمای محیط برسن. سرد باشن بهتره، چون سفیده ها راحت تر فرم میگیرن. ظرفی که سفیده ها رو داخلش میریزین باید کاملا خشک و تمیز باشه و وقتی سفیده و زرده رو جدا میکنین به هیچ وجه زرده قاطی سفیده ها نشه. اول تا پره های همزنمون تمیزه شروع به زدن سفیده ها میکنیم تا کاملا فرم بگیره. وقتی به این صورت در اومد و از ظرف نریخت خوب فرم گرفته، میذاریمش داخل یخچال تا آب نندازه. حالا 1 لیوان سرخالی شکر که معادل 180 گرمه رو به زرده ها اضافه میکنیم. 1 قاشق چایخوری سرخالی وانیل هم بهش اضافه میکنیم. باید زرده ها و شکر رو چند دقیقه خوب با هم بزنیم تا رنگش کرم رنگ بشه. حالا در حین هم زدن 4 قاشق غذاخوری آب جوش رو کم کم و با فاصله به زرده ها اضافه میکنیم و هر دفعه سریع مخلوطش میکنیم تا زرده ها به خاطر داغی آب جوش نبره. اضافه کردن آب جوش باعث میشه زرده ها گرم بشن و خوب پف کنن و حجمشون زیاد بشه. زرده هامون که کاملا غلیظ و کشدار شدن همزن رو میذاریم کنار. حالا 1 لیوان آرد معادل 135 گرم لازم داریم. 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت که میشه معادل 20 الی 25 گرم و 1 قاشق چایخوری سرصاف بیکینگ پودر به آردمون اضافه میکنیم. سفیده ها رو هم از یخچال بیرون میاریم. یه مقدار از آردمون رو روی مواد الک میکنیم. یه مقدار هم سفیده به مواد اضافه میکنیم. بعد آروم به صورت دورانی در یک جهت مواد رو زیر و رو میکنیم تا مواد یک دست بشه. به این کار میگن فولد کردن مواد. بعد دوباره مقداری آرد و مقداری سفیده اضافه میکنیم و باز مواد رو فولد میکنیم. این کار رو تا تموم شدن سفیده و آردمون تکرار میکنیم. حالا به 1 قالب گرد به قطر 20 سانت از جنس آلومینیوم ضخیم احتیاج داریم. از کاغذ روغنی 1 دایره به اندازه کف قالب در میاریم. بعد کف قالب رو با روغن چرب میکنیم. 1 سانت ابتدای دیواره قالب رو هم چرب میکنیم ولی بقیه دیواره رو چرب نمیکنیم. کاغذ رو کف قالب پهن میکنیم. بعد مواد رو داخل قالب میریزیم. برای اینکه کیکمون خوب پف کنه حتما باید بیشتر از نصف قالبمون پر بشه. البته 1/3 بالای قالب هم خالی باشه تا کیک جا برای پف کردن داشته باشه. فرمون رو قبل از شروع کار روشن کردیم روی دمای 180 درجه. کیک رو به مدت 45 دقیقه داخل فر میگذاریم. نیم ساعت اول به هیچ وجه در فر رو باز نمی کنیم تا پف کیک نخوابه. در آخر وسط کیک رو با سیخ چوبی امتحان می کنیم و اگه چیزی به سیخ نچسبید کیکمون پخته است. 5 تا 10 دقیقه باید کیک داخل فر خاموش بمونه و بعد بیرونش بیاریم. اطراف کیک رو با چاقو به این صورت آزاد می کنیم. بعد روی توری برش می گردونیم. کاغذ روغنی رو هم به آرومی از روی کیک جدا می‌کنیم. ارتفاع کیکمون 6 سانته.
پس به 3 لایه 2 سانتیمتری تقسیمش میکنیم. اول روی لایه کیک رو با شربت یا آب میوه خوب مرطوب میکنیم. بعد یه لایه نازک خامه روی کیکمون میکشیم. موز حلقه شده روش میچینیم. یه مقدار هم گردو روش میریزیم. بعد روی لایه بعدی کیک رو یه لایه نازک خامه میکشیم و روی لایه قبلی قرار میدیم و با دستمون فشارش بدیم. در آخر هم که لایه ها رو پر کردیم یه لایه خامه به عنوان آستر روی کیک میکشیم و چند ساعت میذاریم داخل فریزر تا خوب یخ بزنه و برای تزیین آماده بشه. من این دفعه برای تزیین از خام پاستیلی استفاده کردم و کیکم رو با خام پاستیلی روکش کردم. با خمیر فوندانت حروف اسم دخترم رو روی کیک در آوردم. یکم هم از خام پاستیلی سفید برای خالهای سفید روی کیک استفاده کردم. کیک رو که به ظرف اصلی انتقال دادم اطرافش رو با توپک های سفید و بنفش از جنس فوندان تزیین کردم.